مادر من نمیتونست راه بره، چجوری فرار کرده؟ این اواخر که حمله MS نداشتن یه چند قدم میتونستن راه برن، ولی حتما یکی کمکشون کرده. کی؟ نمیدونم مهندس، یکی از بیرون بچهای من، پرسنل من که این کارو نمیکنن. پرسنل تو همه ازدن پلو من، کسی من پس نمیده. مهندس اجازه بده، مادر شما قبل از این با وضع بدترم فرار کرده، سابقه شو داره، الان که خدا رو شکر اوضاع احوالش بهتره. چرا زودتر خبر ندادی؟ فکر نمی‌کردم این حاد باشه برای شما. تو اینجا کرده نشستی جا من فکر کردی؟ مادر من فرار کرده، قضیه حاد نیست. حاد هست، ما الان پیگیری میشاله پیدا میشن. دفعه قبل گفتی دیگه تکرار نمیشه، چرا تکرار شد؟ گفتم برای اینجا آسایشگاه خصوصی بیمارستان روانی نیست، من نمیتونم به بیمار فشار بیارم. چطور وقتی میخوای شوفاژ بخرین دیوار رنگ بزنید، نمیدونم دستگاه پوز دارین، شدنی الان نشدنیه. روی شانس بیاری مادرم پیدا کنم، وگرنه این آسایشگاه میذارم پشت قبالت، عقدت میکنم. مهندس چه طرز صحبت کردنه؟ عرض کردم پیگیریم دیگه. تو غلط کردی که پیگیری. غلط کرده. تا حالا با دست من صحبت نکن، دست پایین. ما تا حالا بیماری شبیه مادر شما نداشتیم مهندس. من 100 بار به شما گفتم مادر شما شرایطش خاصه، با اون شرایط خاصی که داره باید تحت درمان خاصم باشه. مادر شما MS داره، مادر شما فشار روانی داره، مادر شما حمله عصبی داشته، مادر شما سابقه مصرف زیاد داشته. الان با 4 تا دارو و مشاور حل میشه؟ نمیشه. از همون اول من اشتباه کردم، ایشونو پذیرش کردم. مادر شما از همون ابتدا باید میرفته بیمارستان روانی، بستری شده تحت نظر روانی. تا بدم مریضا جای سیگار دودت کنن. پول 1 سال پیش دادم، بقیه‌اش حساب کتاب میکنی. گوش کن به اینی که میگم، واسم با احترام واریز میکنی، رسیدش هم میفرستی.